سلام، امروز میخواهم یک داستان زیبا دیگر برای شما بگویم. پس تا آخر داستان با من بمانید. روزی روزگاری در جنگلی سرسبز و زیبا لات‌پشتی دانا به نام تات و خرگوشی بیتاب به نام بنی زندگی میکردند. بنی همیشه از سرعتش به خودش میبالید و به حیوانات دیگر میگفت من سریعترین حیوان در تمام این جنگلم. یک روز بنی تاک را دید که آرام و آهسته در حال راه رفتن بود. او با خنده به تات گفت چرا اینقدر کاند هستی؟ اگر با هم مسابقه بدهیم خیلی زود تو را شکست میدهم. تاک با صدای آرام و ملایمش پاسخ داد سرعت همیشه مهم نیست بنی، چیزی که اهمیت دارد تلاش پیوسته و دست نکشیدن است. بنی با لبخندی تمسخرآمیز گفت خب پس بیا یک مسابقه بدهیم و من به تو نشان میدهم که چقدر سریع هستم. تاک کمی فکر کرد و با آرامش قبول کرد. خیلی خوب، بیا مسابقه بدهیم، اما یادت باشد مهم این نیست که چه کسی سریعتر است، بلکه رسیدن به خط پایان اهمیت دارد. حیوانات جنگل دور هم جمع شدند تا مسابقه را تماشا کنند. در خط شروع بنی هیجان زده بود، در حالی که تاک آرام و خونسرد سر جای خود ایستاده بود. به محض شروع مسابقه بنی مثل یه تیری از کمان رها شد و خیلی زود تاک را پشت سر گذاشت. بنی آنقدر سریع بود که در کمترین زمان ممکن نیمی از مسیر را طی کرد. او به پشت سرش نگاه کرد و دید که تاک هنوز خیلی عقب است. با خودش خندید و گفت من خیلی جلو هستم، وقت زیادی دارم تا استراحت کنم. پس او زیر درختی خنک دراز کشید و خیلی زود به خواب رفت. در همین حال تاک آرام و پیوسته به راهش ادامه میداد. او هرگز عجله نکرد و نگران عقب بودن هم نشد. قدم به قدم بدون توقف او از کنار درختی که بنی زیر آن خوابیده بود عبور کرد. وقتی خورشید شروع به غروب کرد بنی از خواب پرید. با عجله به سمت خط پایان دوید، اما وقتی رسید از دیدن منظره‌ای که مقابلش بود شگفت زده شد. تاک پیش از او رسیده بود و با لبخندی مهربانانه منتظر بود. بنی با نفس زنان گفت چطور ممکن است؟ من خیلی سریعتر از تو هستم. تاک با لبخند پاسخ داد شاید تو سریعتر بودی بنی، اما من هرگز متوقف نشدم. قدم به قدم به حرکت ادامه دادم و اینطور توانستم به خط پایان برسم. از آن روز به بعد بنی یک درس مهم یاد گرفت. سریع بودن خوب است، اما پیوستگی و پشتکار حتی قدرتمندتر است و حیوانات جنگل همیشه به یاد داشتند که آهسته و پیوسته برنده مسابقه می شود. امیدوارم از این داستان خوشتان آمده باشد. کانال ما را لایک کنید.